филми Сулаймон Табаров. زنان همه حجت‌های گفتم رو تیار کردی؟ بله مردد همش رو تیار کردم. من باید بعد از 20 دقیقه برایم. مردد بعد شما بعد از چند روز برمیگرده؟ این دفعه نمیدونم جلسه چقدر دوام میکند. شاید بعد از 1 هفته برگردم. شاید بعد از 10 روز. فهمم. یک خواهش دارم از تو. خب خوشید. آمدن من خودت رو همراه 17 خوب نگاه کن. خب؟ مالک داده شما خود رو احتیاط کنید. بچه من خوب نگاه کن. مردد با فکر وقت رفتن شما شد. مالش خوب. شما شد. لابای سلام. سلام سلام. شما الان در هواپیما نشستین؟ نه حالا در نزد فرودگاهم. بعد از 25 دقیقه هواپیما پرواز میکند. شما باید برگشته به خونه روید. چی؟ من از شما خواهش میکنم که به خونه‌تون برگردید. شاروخ دوستم تو چی ها گفته ایستاده؟ مرا در مسکو نه کمتر از 32 نماینده های شرکت های انتظارم. در خونه‌تون واقعه است که از کارتون مهمتر میباشد. شاروخ تو مرا خوب میدانی که من در زندگی اول وظیفه‌ام رو میدونم بعد دیگر کارها رو. اگر تو به خونه‌ت برگردی شاهد یک واقعه میشوید که از کارت مهمتر است. چی؟ در زندگی تو از بسیار چیزها بی‌خبری. چی کار بوده است؟ تو نمیدونی که بعد از خونه برآمدن تو همسرت مردی بیگانه رو به خونه دعوت کرد. چی؟ اکا به خونه‌ت برگرد همش رو با چشمان خودت میبینی. مردد بعد شما بعد از چند روز برمیگرده؟ تلفن مشتری خاموش کرده شده است یا فهمم. تلفن مشتری خاموش کرده شده است یا بیرون از شبکه قرار دارد.
اکا با خونت برگرد همش رو با چشمان خودت میبینی. ایست برادر خاموش خاموش تو برای نامرد و در روی زمین زندگی نکنی سزای شما برای نامرد ها مرگ است این کار رو نکن من همه شما تو میفهمونم همه شما تو میفهمونم دیگه چه فهمونده نیست نکن برادر ندانی تو باید بمیری اکا شما این کار رو نکن خاموش تو بازن شوهردار از نبودن شوهرش استفاده میبری با آمدن لبخند میکنی باز ایستو میگویی افلاس حرام این کار نکن تو بکشو ای تو چیکار کردی؟ ها؟ تو خاطر شوهر خودت شدی با تو میخواهی که همراه من روی
филми Сулаймон Табаров. داداشون ماما داداشون ماما چرا کنیم ما چه شو؟ ساز تو چی؟ ساز درسو تیار کردی؟ بله تو چی؟ صدیق رفتی ته؟ تو خودت را تا بکه بنادانی میزنی؟ چی شد زنک؟ چی خیل چی شد؟ آمدی سالی نو است کنی تو فای کودکا تو چرا بگرگوی من گفتم ادهی؟ بدینم زنی میدانی چی؟ تو بدیلم زدی من با تو دیگر زندگی کردن نمیخواهم اوبیشن حسین جون رفتم به خونه خوابتون برای خب زنک تو خودت نغز میدانی که امروز قرض بانک داشتیم و چقدر پول کی داشتم برده به بانک سپاریدم و دیگر پولم نمون که به کودکا توفه گیرم تو چی؟ با این سخنهای گفتنی که به کودک‌ها توفه نمیگیری؟ آخیر زنک گفتم که نمیگیرم آخیر شرایط نیست چقدر پول کی بود به بانک برده دادم ندارم شرایط نداری ها؟ همین خیر به نزدی ارچه برده صورت هم گرفته نمیتوانی برای سیر و گشت حتما پول لازم است برای رسمیری هم پول لازم است آخیر در خانه خوراکواری تموم شده است کودک‌ها توفه انتظار هستند آخیر گوش کن مرا اقلا تو مرا فهم این سال نو که نشد باز از پیش ما بسیار جشن ها داریم آخیر از پیش نوروز است عید رمضان است عید قربان است در دیگر عیدها هر چی خواهی با کودک ها میگیرم این خیلی که باشد تو در خونه چین مادر من هر سالی نو را جشن میگیرد من کودک‌ها را با خودم گرفته به خانه مادرم میروم نکنی این کار را با دلم زد چونه زندگی قشاقانه من دیگر صبر کردن نمیتوانم مادر جان ما با کجا میرویم؟ به خانه بابایت میرویم دخترم سالی نو را در خانه بابایت میگذرانیم اورا ما به خونه بیبی هم میرویم رفته مادر جان پدرمون رو با خودمون نمیبریم؟ نه نمیبره پدر در خانه میشینه خودمون میرویم رفته کنیم تو کوش نشان کوش کنی یک دقیقه ایسه
باز کی باشه؟ ای دادا جان سلام دخترم. سلام 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 آیشه جان. سلام آسیا جان. السلام السلام آیشه جان آیشه جان. چی شد دخترم؟ دادا جان آچا جان شما با اینجا؟ ما شما رو خبری اومدیم با همراهی مادرم. چی شما با کجای میروید؟ ما خواستیم به خونه شما رویم تا سال نو رو با شما گذرانه. چی؟ با خانه ما میروید؟ سالی نو رو چیکار میکنی دخترم؟ ما شما رو خبر گیری اومدیم. نه بیروها رو خبر گیری اومدیم. همین تمنه آچش انا من بابای برفی مادرت سنی گروشکا برفت. بابا جان تو با ما توفه سانه آورده؟ آیشه جان من برای شما همه چی رو آوردم. انا در خطه بیبیت تمام چی رو آوردم. رحمت چی به شما یگان واقع روی داده؟ نه کودکا کم ترزیق شده بودند از امان سبب خواستیم به خبرگیری هم رویم. این طور که باشد ما پیش دستی کرد آماده ها. دخترم ما رو به خونه دعوت نمی‌کنی؟ بخشید مادر جان من فراموش کردم و شما رو در نزدیک نگاه داشتم. بخشش گذارید شما مدام بیایید بچه جان دادا جان گذارید به همه گذارید دادا جان. بابا جان تو گفتی که ماما توفه سانه میاری کو؟ اوه این داماد در خونه بوده است که هوا جان چی شما؟ ساز خوب؟ رحمت سلام رحمت پسرم. خدا جان سازه؟ رحمت چی در این خونه یکه و تنها نشسته ای؟ بله منو ما بگذارید منو ما بیا بابا جان تو چه وقت گفتی که با ما توفه بیاری نیاوردی؟ دخترم آیشه جان آسیا جان ما برای شما تو آوردم. من حاضر من تا بیارم تو بارا. بله شما در اینجا ایستید من حاضر میارم. حاضر بیا خدا جان منو ما بگذارید منو ما گذاشتش آمدی؟ انا تو با رحمت بابا جان دیده چخیل من برای شما با همراهی دیدیم توفای بهترین رو گریت آوردم. ها بیدیش؟ ها مرحمت بابا جان گذاشته. تشکر. آچا جان دادا جان خوش آمدید. خیشینید شما من یک دسترخوان پرتویم خب؟ منش دامو برای چی تابتون اینقدر خیلی است؟ تقا جان شاید در نظر شما همه خیلی نمایان باشد. همش خوب است. شما با حضور شینید وزیر من میآیم. بابا جان بابا جان میدونه چی شد؟ چی شد؟ پدرم با ما توفه سانه نیاورد. مادرم با پدرم جنجال کردن و مادرم ما رو گرفتن قریب به خونه شما می اومدن. راست بابا جان. زید آسیا جان با شما زید شدید. این توفه ها از کلی دادت ما برای شما آورده. همین تمام بیدیش؟ شما دادا جان دادا جان. رحمت دخترم لازم نیست. من یک چای نو دم کردم بیایم. شنید من با شما گپ دارم. چی شد دادا جان؟ داما
بیا پسرم زیرا مرحمت چی؟ خوش پسرم با شما چیش بود؟ هیچ تاو جان همش خوب است. چه خیلی هیچی من علاقه پای بوده سودم با شما چی شده است دخترم؟ هیچ چیز نه دادا جان. دخترم تو شکرانه یا همین فرزند آقایت را کن. هیچگاه اونها را خوار و زار شدن نمان. من دختر سلیم بای را دیدیم. 2 سال شد که از شوهرک برآمده است. من فرزندای وی را می‌بینم دلم رش می‌شود. در قدی کوچه سری لوچی پای لوچگرد می‌گردم. نه دخترم این کارت خطاست. دخترم اگر خانه من رفتنی که باشی با وقتی خصوص چهره کشاد و خانه من را وقتی پیجان کرده به خانه من میروی نه دیگر در خانه من برای تو جای نیست. فهمیدی؟ فرما دادا جان بخشش دیگر تکرار نمی شود.